ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон. Бародарои азиз, аввал ба хости худованд ва ба кӯмаки шумо алҳамдулиллоҳ якум хонара супоридем бародарои азиз ва صاحب همین زمین همین برادر داره شما پدرتون میشن کدومه؟ شما پدرتون میشن هر ماه شما احترامانا خوریش میکنه و که در نیش مدت اینه حاجی کمپیر حاجی میاد درام بکنم نه در جای مرده که زنگ چی درام بکنم خواب کم زهر بگردم бародарои азиз, ҳуҷҷатотон тамом шуда ва хоҳиши гузаштани граница дорен, пас ба Акай Муҳиддин муроҷиат кунед. Акай Муҳиддин зиёда аз 7-8 сол аст ки муҳоҷирони тоҷикро аз Москва гирифта ба Қазоқистон мебара, меёра, яъне хатти сарҳад Москва Қазоқистон. Одами беҳад боваринокай, айноми мо ҳатман саломаш бирасонед, иншоалло бо барои шумо тахфифҳо ҳам мекунад. Ассалому алайкум. Бениҳоят хурсандам ва мо як рӯз ба аёдати ва ё хабаргирӣ ва ё рафтем ва хостем бибинем ки чӣ зиндагӣ доранд. ҳамон рӯз рости гап саломатии худам қадар хуб набуд ва хубам сёмка накардем ва мақсад дидем ва аллакай ниҳол шинондагиан дар оҷа мақсад зиндагӣ кардестан бениҳоят хубае алҳамдулиллоҳ. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر قادر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتين قریب الیک البصیر وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بالمصابیح وجعلنا رجوما للشیاطین واعتدنا عذاب السعیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. Aynen arkadaşlar. بهترین پیشروی می‌کنم شما. اما کجای برند دست خوندم یک برای خانه‌گذاران شدن یک مقصد چیزی که تمام باشه آورده و ما چی گفتنیم برادرها خلاص ما یک چیز سخت باوری دارم اول با خداوند و بعداً با قوای ما و شما که ما انم خیلی اگر یک جای باشیم انشالله در یک سال میتونیم 10-12 نفر صاحب خانه و در کنیم و امروز خانه را تمام کردیم برادرای عزیز میگذاریم به خانه دیگر یعنی خانه انمون مرده که صاحب 7 فرزند بود یک فرزندش معیوب خودش مرده که سال رفته کوارتیران میشینن شاید بسیاری ویدیو را دیدن و علاقه فراموش کردن این اینجا خانه اکجان بعد قسم تقسیم میشه مثال اینجا دو خانه اینجا دو خانه مقصد کریشش پون محکم میکنیم و اینمی کریدورا قطعی او دو خانه پون ریمون میکنیم که همیشه زندگی کرده شو و نه توالت ایسنی بیرون ما کریش اینمی برادر مقصد پوشوندیم و ما کمک با کمک شما برادرای عزیز احتیاج داریم که باید حاجت خانه ساز کردن در کار حمام ساز کردن در کار و گردی خانه‌اش شکرتور و شپکیلوف کردن در کار و به خاطر امی یک چیز گفتنیم برادر عزیز هر نفری که این ویدیو را تماشا داره اگر که امی خالص از برای الله نه برای یگان ریا نه برای یگان چیز دیگه نه برای او که خلاص از برای الله هر یک نفری که انمی ویدیو را تماشا داره امی ببره 50 روبل پر توی اگر در حق انمی برادر ما ان شاء الله کوشش میکنیم که در روزهای نزدیکترین خانه ای برادر هم بسپاریم و در آینده نزدیک اگر که همه خیلی ما اکتیو باشیم همه خیلی ما مقصد خوب همه خیلی پیشروی کرده باشیم ما در روزهای نزدیک با در یک دهه دوردست جمهوری میخواهیم مکتب میدپونکت و مسجد ساز کنیم انشالله پای دوادوی مسئله هستیم خدا خواهد و به خاطر همین برادرای عزیز هر نفری که میخواهد سهم خودش بگذاره در همین پروژه های ما برادرای عزیز ما نمره کارتمون رو همینجا میمونیم و کسی چند پول میتونه من میدونم که زیاد نفرها هستن که 10 روبل مثلا در مغازین میمونه یا 50 روبل یک دره یک تالبنده را میته شما امروز فکر کنید که همون تالبنده امروز در وطن شما برادرها شما برای یک هموطن خودتون 50 روبل صرف کردین و امروز ویدیوی ما را 100,000 نفر تماشا میکنه
خطون یا با خلاصه بودن که اگر همین 100,000 نفر 50,000 نفرش 50 روبلی پارت یا از برای علاج چقدر پول میشه و چقدر پول میشه و ما در او قدر پول چقدر اویله را میتونیم یاردم کنیم. و خاطر همین دست جمعونه بدن ما یک جای بدن ما مشکلی خیلی برادرای محتاج آسان میکنه. هزار رحمت بازم یک بار دیگه میگم برای باوریاتون، برای دستگیریاتون، برای همه چیز و امروز نو وابسته به مشکلی هایی که شما خودتون در زندگی دارین برادرای عزیز کوشش میکنین که باز یک هموطن خودتون یک مثال برادر مؤمن خودتون دستگیری کنین. باقی در امان الله خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشه. و بعدا در آخر یک چیز دیگه گفتنی بدم برادرای عزیز، ما در مسئله سیم کارت گپ زدیم، یک ویدیو پارت دادیم، زیادی نفرا نمیدونم یا روی بخیلی باشه، نمیدونم روی و چه میتونه آدم همین قصد سیاه درون باشه که یک عروض، یک کمپانی عروض امروز تیاره که برای هموطنای ما یاردم کنه، دستگیری کنه و امروز هموطنای ما نمیخواهند که انمی پروژه دستگیری کنه و می نویسن با طریق سیم کارت فریب میکنن، خلاص گپای نو در کاره. و من همه خیلی گفتنی بودم برادر عزیز که شما یک وقتون حساب کنین اگر که 2000 یا 3000 نفر سیم کارت خریداری کنه که سیم کارت همه میخره به همین پروژه ما شما میرین همون کمپانی بیلین دیگه جو سیم کارت میخره و شما فکر کنین که اگر که شما همین چریز انمی کمپانی که قطعی ما شرطنامه داره چریز انمی خریداری کنین، شما فکر کنین که 2000 نفر اگر 2000 نفر حساب کنیم برادرها، اگر 600 روبلی هر ماه در همین سیم کارتشون استفاده برن، ای همین 600 روبلی همیان 120 روبلش با کاری خیر میدوه و 10000 نفر با 100 ضرب 120 روبلی کنه و شما حساب کنید که چقدر سوم برای محتاجای امروز در وطن ما چقدر پول برای ما همون کمپانی روی میکنه. و خاطر همین برادرها دستگیری شما فقط سیم کارت خریدن از ما، از یعنی چریز ما، همون شرکت چریز ما سیم کارت خریدن و هر نفری که میخواد همون سیم کارت ها را بخره و هر نفری میخواد از تحت دل پروژه ما را دستگیری کنه، شما میتونین که همین ماه پروسه سیم کارت را بشکنین پارتوین و یک سیم کارت دیگه بخرین. سیم کارت ارزشش 200 روبل و 200 روبل در داخلش دوره، یعنی سیم کارت برای شما به پول و ابوننت که پلاتش دایم 600 روبل و در 600 روبل شما 600 مینوت دارین، بیز لیمیت اینترنت دارین و 600 و یک ماه دیگه بیز لیمیت در داخل روسیه با سیم کارت های بیلین گفتگو میکنه. هر نفری که ما را میخواد دستگیری کنه با همین رقم ها مراجعت کنه برادرها چه سیم کارت خریداری کردن در کار شما دا میفهمونن و شما میتونین که ما را دستگیری کنید. و نمره ما همش نمره آخرش نمره خوب هم هستن، مثلا برای ما ایمنه، برای ما را هم خیلی نمره دادگن به پول که اگر نه این نمره در همه جا پول قطعی و برای ما به پول دادگن همین نمره را نمره بهترین نه شما دیدستین میتونین که بگیرین هم استفاده برین هم ما را دستگیری کنید. باقی در امان الله خداوند نگهبان. السلام علیکم. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن، أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان، أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان، تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان، قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان، اصعد وحلق في السماء مرتلا، فلقد حظيت شفاعة القرآن،
فلقد حظيت شفاعة القرآن. ما باوری کامل دارم برادرای عزیز که بعد تماشا کردن انمی ویدیو نوار زیاد نفرای بودن که اشک شادی ریختن برای انمی اویلا و بسیار نفرای بودن که اشک ریختن که خداوند ما را صاحب انم خیلی خانه کنه و ما برای شما چی گفتنیم برای برادرایی که آرزوی صاحب خانه شدن دارین رنگی ما و شما یک گپ گفتنیم برادرای عزیز که هیچ وقت از رحمت خداوند ناامید نشوین و همه وقت تکیه به خداوند و به رحمت خداوند تکیه کنین که و باور کنین که خداوند انم خیلی قدرت داره و میتونه که در یک لحظه زندگی شما به کلا تغییر بده و امروز نوبت ای اویلا شاید فردا نوبت تو برادری که امروز مرا تماشا داری و آرزو داری که صاحب زندگی خوب باشی نه تنها خانه خوب زندگی خوب خوشبختی خرسندی یک روز در خانه شما را تق تق میکنه و خاطر همین برادرای عزیز هر یک نفری که سهم خچب حد یقه برای یک کلیپی چند همین خانه گذاشته دعا میکنیم خداوند دستگیر روز قیامت باشه و بعد در آخر بازم گفتنیم هزار رحمت کلان برای دستگیریاتون برای همه کاراتون و ما کوشش میکنیم که هم خیلی ویدیو نوارا را بسیار کنم و بسیارتر ذوق برادرها را به همین کار زیاد کنم و شاید یک ویدیو ما سبب شود که یک نفر برای خودش در قیامت خانه‌اش آباد کنه. واقعی در امان الله خداوند نگهبان هر یک ما شما باشه. السلام علیکم. هیچگاه در زندگی رو افتاده نشوید. هیچگاه. این اول. دوم زندگی را همین خیلی نگذرانید. با یک خوردن و آمدن و رفتن نه. کار کردن ماندکار هر یک کدام مای شما ذره هم باشد سهم خود را برای رشد پیشرفت دولت و وطن عزیز محبوبمون گذاریم. یک کاری خیر، یک کاری نیک، یک ملک آباد به نسل‌های آینده میراث مانیم. من باوری کامل دارم که بعد این نام هر کدام شما عطرهای عصر با حرفهای زرین نوشته میشه. مردم فراموش دادن.